السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای لایک و کامنتاری های خوبتان. خداوند از هر یک شما راضی باشد. در اینجا امروز من یک نمود نانی با مزه آسان آماده کردم. حتما با ما باشید. کانال ما را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. در اینجا من یک و نیم قاشقچه دراج را با 2 قاشق شیر و 1 قاشقچه شکر این طور اپاره کرده ماندم. این طور ما آمیخته کرده 10 دقیقه میمانم. اکنون به درونی خمیری ما لازم است 200 میلی لیتر شیر گرم و 200 میلی لیتر آب گرمکک. این طور هر دوش را آمیخته کرده به بالای این ما 1 قاشقچه نمک، 1 قاشقچه شکر همراه کردم. نغز کک آمیخته میکنیم. اکنون آردش را هم همراه میکنیم. به ما لازم است 750-800 گرم آرد لازم است. به این میتر آمیخته کرده. اکنون من دراج ما چطوری که میبینید این طور اپاره شد. من در اینجا من 100 گرم رستیتین 100 میلی لیتر رستیتین مساله آمیخته کردم. به این همراه کرده خمیر ما نه سختی بد بیاید نه ملایمی بد. نغز که گشاده در مدت 1 ساعت 50-60 دقیقه بالایش را باشتی نگاه می‌داریم. به جای گرمکک میمانیم. من اکنون خمیری ما آماده شد. من چطوری که می‌بینید خمیر نغز کک رسید. این را من به زباله ها تقسیم میکنم. من در اینجا رستیتین مساله نمیتر برای نچسبیدنی دستم من با رستیتین مساله استفاده بردم. حتما این نان را تیار کنید. نان خیلی به مزه بیاد، ملایم می بیاد. حتما با عائله خودتان و فرزندای خودتان آماده کنید. اکنون من این نان را به زباله ها گرفته در مدت 15 دقیقه اینها را بالایش را پشت نگاه می‌دارم تا اینکه خمیری ما نغز زباله ما نغز که برای دم گرفتن 10-15 دقیقه نگاه داشتم. اکنون من زباله ما دم گرفت. اکنون برای آرایشی رویش این طور کرده من آرا دادم.
اسکرین ما در مدت 10 دقیقه باز نگاه می‌داریم. اکنون نان ما دم گرفت. اکنون برای اکرشیدنش با بالایش یک دانه زردی تخم و یک قاشق شیر همراه کرده با بالای نانما می‌مالیم. برای آرایشش باشد من کنجدی سفید و سیاه آمیخته کرده با بالای این نمیتف چاشیدم. چطوری که میبینید نان ما اکنون آماده شد. نان خیلی ملایمی با مزه آمد. حتما آماده کنید. خیلی با مزه آمد. امروزی ویدیو ما به انجام میرسانیم. خیر دخترها در پناه الله مهربان باشید. خیر تا ویدیوهای آینده. خیر.